سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ یه آقایی گفتن که تنها مشکل مملکت فرزند آوری و ازدواج جوانانه. داداش من شورتتو بپوش، یه خورده به بقیه مسائلم فکر کن، یه خورده تمرکز کن. میدونم سخته برات، ولی ببین یه سری اعضای بدن به جز ناحیه خشتک انسان وجود داره. ببین مثلا یه خورده یه کوچولو بیا بالاتر از خشتک، یه جایی هست به اسم شکم. معده انسان نباید خالی باشه، باید مردم غذای خوب بخورن. اونا رو میخوای مثلا به اونم فکر کنی، شاید مشکل داشته باشه. من میفهمم که تنها دغدغه شما خشتک جوانانه. متوجهم که هیچ چیزی از خشتک جوان پاک آریایی اهمیتش بیشتر نیست، اما به بقیه مسائلم فکر کن. به مثلا چشم نباید دریوری صدا سیما رو ببینه، گوش نباید موسیقی آشغال بشنوه. مثلا دست باید بره با دنیا مثلا دست بده، تعامل کنیم، ما بتونیم چیزایی بهشون بفروشیم، چیزایی ازشون بخریم و اینطور صحبت ها. اما حرف شما رو نقض نمی‌کنم. مهمترین مسئله همونه. جوان آریایی باید بتونه آرامش خشتکی داشته باشه، اما جوان آریایی اگر جیبش خالی باشه نمیتونه این آرامش. به اونا میخوای فکر کن. میدونم اصلا به شما مربوط نیست، میدونم اصلا در حوزه تخصصیشون، ولی به اونا فکر کن. تو رو خدا مرسی، قربونت برم که انقدر به فکر جوانانی.